طول چند سال زیاد می شود که خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 51 ناحیه خراسان در چنین شرایطی به نهایت دشوار تحصیل میکردند و از مشکلات جای داشته نگاه نکرده خوانندگان این درگاه در بسیاری از آزمون و المپیادهای سطح جمهوری شرکت ورزیده شرف مکتب و ناحیه خود را حمایت کردند. البته که مکتبی که امروز کودکان به تحصیل فرا گرفته شدند به طلبات امروزه جوابگو نیستند، چون که این همچون باشگاه صحرایی بود. پیش همچون ذخیره دارو خوجگی‌های دهقانی از اینجا استفاده می بردند. بعد مردم که اهالی زیادتر کشید، طلبات مردم که به مکتب بسیارتر کشیدند، راهی دور بود مکتبایی که در دیگر دهها بودند، مردم جمع شدند با در اساس قرار رئیس ناحیه مکتب تشکیل کردند. بعد صنفخانه ها جدا کرده، صنفخانه ها چنان خرد هستند که فقط 10-12 نفر جا کرده میتونند. با وجود حالت نهایت بد، مؤسسه مذکور امروزها صدها طالب علمانро در آغوش خود گرفته در سمت تعلیم و تربیه و علم آموزی نقش بارز میگذارد. طبق گفته‌های دیرکتور مؤسسه، مکتب سالهای زیاد بود که در وضعیت صدموی قرار داشت و کسی به آن توجه ظاهر نمیکرد. خوانندگان در صنف‌های تنگ و تاریک درس گرفته تا اندازه صاحب علم شدند. آرزوی یگانه آموزگاران و طلبگان مکتب این داشتن مکتبی نو و زمانوی مجهز با شرایط های معاصر می باشد. بین تنگ معلم بین درخ گشته نمیتونه. خیلی دیسودن صنفخانه، حالت صنفخانه را به نهایت تنگ است. معلم بعضی حالت های میشد که امکانیت ندارد رفته بچه آخران تفتیش کنند دفترش. برزمی همه خیلی پرابلم ها، همه مشکلی ها نگاه نکرده، خواننده‌های ما کوشش میکنند که در آزمون های هم بین المللی هم سطح جمهوری اشتراک کنند. خرسنده ما همین است که امسال 2 نفر شاگرد ما در آزمون بین المللی فیسا جا گرفتند. خرسندی بخش است که اول سال روان با مبلغ گذاری تشکیلات غیر دولتی، خیریوی، توحید و دستگیری‌های حکومت ناحیه در صحن مکتب کهنه بینای نو مؤسسه بنیاد گردیده ایستاده است که در یک بس 360 خواننده را جلب کرده می‌تواند. بینای مکتب نو از 6 صنفخانه 2 اتاق کاری بر هوا عبارت می باشد. بنیاد مکتب ماه می سال جاری آغاز گردیده بوده، ساختمانچیان آن نیت دارند تا اولی سال 2022 ساخته به استفاده دهند. فردوس عمرов، سنت الله میرزا، مخصوص برای روزنامه ختلان از ناحیه خراسان.